سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزم. امیدوارم حال تک تکتون خوب باشه. جلسه هفتم آموزش پاور بی آی رو با هم جلوی بریم. تا به این لحظه از آموزش ما یک نسبت جزء از کل داخل گزارشمون ایجاد کردیم. مجموع سفارشات فیلتر شده 910,000 تاست، در حالی که مجموع کل سفارشات ما 1,400,000. همین روال رو میخوایم برای تعداد سفارشات هم اعمال بکنیم. تعداد سفارشات فیلتر شده 4 عدده. بله. تعداد کل سفارشات ما هم یک عدد ثابت. پس میام چیکار میکنم؟ یک میجر جدید ایجاد میکنم، اسمش رو میذارم تعداد کل. میگم تا به کانت روز تعداد سطرهای جدول اوردرز رو بشمر. میشه همون تعداد سفارشات ما. اینتر میزنم. چون نتیجهش یک عدد تک مقداره میتونم برای نمایشش از همین ویژوال کارت ها استفاده بکنم. تعداد کل رو اینجا رها میکنم. به من میگه تعداد کل سفارشات 4 عدده. بله، چون از این تابع دارم به تنهایی استفاده میکنم. البته تقصیری هم نداره، چون ما بهش گفتیم تعداد سطرهای جدول اوردرز رو بشمر. جدول اوردرز الان اینه، تعداد سفارشاتش یا به عبارتی تعداد سطرهاش 4 عدده. در این مواقع میتونیم بگیم تابع کلکولیت تو این محاسبات رو انجام بده، اما با همکاری تابع اوردرز جدول اصلی رو ملاک محاسباتش قرار بده، نه جدول فیلتر شده. به عبارتی ترکیب این دو تابع با هم داره این فیلترها رو حذف میکنه، نادیده میگیره. تابع کانتروز داره کارش رو درست انجام میده، تعداد سطرهای جدول اوردرز رو میشماره. جدول اوردرز الان اینه، یک فیلتری روش صورت گرفته تبدیل شده به این. تعداد سطرهاش 4 عدده. اما میام با همکاری تابع کلکولیت و آل میگم ملاک محاسبات این شمارش جدول اصلی منه. این فیلترها رو نادیده بگیر، حذف بکن. پس این هم میشه یک تعبیر دیگه از این دو تابع دونست. به همین خاطر نتیجه 7 رو که میشه مجموع کل سفارشات من لحاظ میکنه. لیبلش رو حذف میکنم و سایزش رو کمی کوچیک‌تر میکنم و داخل گزارشم قرار میدم. به این صورت. دوستان عزیزم، موافقید یک کار خیلی جالب تری انجام بدیم؟ چیه؟ موافقید ما بیایم مجموع سفارشات رو با میانگین کل سفارشاتمون مقایسه بکنیم؟ هر شهری که از میانگین کل کمتر بود قرمزش بکنیم مجموع سفارشاتش رو، هر کدوم از میانگین کل سفارشاتمون بیشتر بود سبزش بکنیم. به عنوان تمرین میتونه گزینه خوبی باشه. پس در وهله اول باید چیکار کنیم؟ میانگین کل رو محاسبه بکنیم. میام اینجا یک سری فیلتر ها دارم. بذارید من این مواردی که بهشون نیاز ندارم رو حذف بکنم. اینجا یکم خلوت تر بشه. به اینا نیاز نداریم. این مجموع سفارشاتم بهشون نیازی نداریم. مجموع سفارشات. بذارید مجموع سفارشات رو یک بار حساب بکنیم. این جمع سفارشات با توجه به مجموع سفارشات در حالت فیلتر شده است. میگه اونایی که تهران نه. ما بیایم مجموع سفارشات رو به صورت کلی محاسبه بکنیم. من میگم مجموع سفارشات با فیلتر. میخوام مجموع سفارشات دقیقا میخوام همین عدده رو محاسبه بکنم. میگم تابع سام به تنهایی باید ازش استفاده کنم. جمع سفارشات من رو محاسبه کن. جمع سفارشات من رو محاسبه میکنه.
میتونم از این کنترل C بگیرم کنترل V، اینم فعلا بهش نیازی ندارم. میام اینجا میگم جمع سفارشات به صورت فیلتر رو به من نمایش بده. سه رقم هم میتونم تفکیکش بکنم. فیلتری هم اعمال بشه نتیجهش هم تغییر میکنه. پس ما فعلا جمع رو آوردیم این سمت. بریم میانگین هم محاسبه بکنیم. میگم میانگین سفارشات. این میانگینه باید نسبت به کل جدول باشه، یعنی با فیلتر مقدارش تغییری نکنه. جمع باید تغییر بکنه. ما از یک تابع تنهایی استفاده کردیم، پس میگم تابع اوریج، این توابعی که x دارن و x ندارن رو باید جلسات بعد صحبت بکنیم. میگم مبلغ سفارش رو میانگینش رو حساب بکن. از این یک کنترل C کنترل V میگیرم و تو میانگین سفارشات گفتیم تابع میانگین سفارشات رو برای ما لحاظ بکن. بذارید تعداد صفراش هم حذف کنم. سه رقم هم تفکیکش بکنم. منتها میانگین دیگه نباید، جمع باید بر اساس مواردی که فیلتر میشن باشه، اما میانگین باید نسبت به کل جدول باشه بدون فیلتر. پس میام چیکار میکنم؟ میگم تابع کلکولیت این محاسبات رو انجام بده، اما بدون در نظر گرفتن فیلترهای جدول اوردرز. اینجوری ما همیشه به میانگین کل فروشمون دسترسی داریم بدون اینکه فیلتری رو اعمال بکنیم. اوکی؟ حالا بیایم یک شرط تعریف کنیم که تشخیص بدیم فروش از میانگین بیشتر یا کمتر، یا به عبارتی جمع فروش فیلتر شده از میانگین کل بیشتر یا کمتر. راست کلیک میکنم، یک فیلد محاسباتی اسمشو میذارم مقایسه. میگم اگر مجموع سفارشات فیلتر شده بزرگتر از میانگین سفارشات بود، سفارشات مجموعش بیشتر از میانگین بود، بنویس گرین سبز. در غیر این صورت بنویس رد، یعنی کمتر از میانگینه. نتیجهش باز میشه یک مقدار. میتونم از یک ویژوال کارت برای نمایشش استفاده کنم. کنترل C کنترل V میزنم و فیلد مقایسه رو اینجا رها میکنم. الان نوشت گرین. چرا نوشت گرین؟ چون مجموع سفارشاتم از کل میانگینم بیشتره. نوشت گرین. اگر من فیلتری رو اعمال بکنم، مجموع سفارشات فیلتر شدم میشه 910,000 تا. این تابع به تنهایی استفاده شده 910,000 تا، اما این ثابت میمونه چون نسبت به کل جدول داره میانگین رو حساب میکنه. باز چون بیشتره می‌نویسه گرین. برای شهر یزد چطور؟ یزد مجموع سفارشاتش 490,000 تاست، میانگین کل جدول هم 200,000 تاست، باز هم بیشتر میشه گرین. بذارید من میانگین سفارشات رو یه 300 تا خودم دستی بهش اضافه کنم. بعداً رکوردهای بیشتری اضافه میکنیم بهش که میانگینه یه تغییری بکنه، شهرهای دیگه اضافه میکنیم. الان من میانگین رو 300 تا بیشتر دارم نمایش میدم. پس یزد مجموع سفارشاتش 490,000 تاست، اما میانگین من 500,000 تاست. الان کمتر شد، نوشت رد. تهران چطور؟ تهران نه، همچنان تهران مجموع سفارشاتش بیشتره. حالا این رنگه رو باید چطور تغییرش بدیم؟ میتونم همین رو انتخاب بکنم به عنوان مجموع سفارشات، اما خب من قبلا مجموع سفارشات رو محاسباتش رو داشتم. انتخابش میکنم، میام توی قسمت فرمت، قسمت ولیو، میگم رنگ پیشفرض تو آبی درست، اما من میخوام کاندیشنال فورمتینگ استفاده کنم. فرمت گفتیم میشه ظاهر، کاندیشنال هم یعنی بر اساس یک شرایط رنگ تغییر بکنه. fx انتخابش میکنم. میام از این قسمت میگم بر اساس یک فیلد، مقدار یک فیلد باید رنگ تغییر بکنه.
کدوم فیلد؟ فیلد مقایسه. این هم همون مجموع سفارشاتمونه دیگه، لینکش کردیم به فیلد مقایسمون که اگر بیشتر از میانگین شد گرین میشه سبز، کمتر شد میشه رد یعنی قرمز. تموم شد. الان سبز. تهران 910,000 تاست، از میانگین سفارشاتمون بیشتره، سبزه. یزد 490,000 تاست، از میانگین سفارشاتمون که خودمون دستکاریش کردیم کمتره، رنگش باید قرمز بشه. میدید فیلد مقایسه داره رنگ رو در اصل به این منتقل میکنه. اوکی؟ از شما میخوام این قسمت رو شما انجام بدید. یه تحلیل کوچیک داشته باشید، اگر سردرگمی خاصی داشته باشید رفت میشه، چیز خاصی انجام ندادیم. اگر بخوام یک جمع‌بندی برای شما بزنم، من اومدم اول مجموع سفارشاتم رو محاسبه کردم، اینجا هم داشتیم دقیقاً، اما من خودم اومدم یک فیلد جدا اضافه کردم. میانگین سفارشاتم هم محاسبه کردم، اما میانگین کل جدولم رو بدون در نظر گرفتن فیلترها. اومدم یک مقایسه انجام دادم که در اصل رنگ قضیه رو میخواستم با این مقایسه برگردونم. رنگ ها رو هم براتون قرار میدم که پاور بی آی از چه نام های رنگی پشتیبانی میکنه. رد ببینه قرمز میکنه، گرین ببینه سبز میکنه. اگر قرار ندادم توی قسمت توضیحات حتما برام بگید که براتون قرار بدم، احتمالا یادم بره. پس ما اومدیم اینجا یک مقایسه ساده انجام دادیم با تابع ایف. گفتیم اگر مجموع سفارشات از این میانگینه بیشتر بود سبز بشه، اگر مجموع سفارشات که داره فیلتر میشه از میانگینمون کمتر بود، این نتیجه مقایسه قرمز بشه، رد بشه. همین مقایسه رو لینک کردیم به این ویژوال کارد، نتیجهش رو لینک کردیم به این، باعث میشه تغییر رنگ رخ بده. خسته نباشید، بریم برای جلسه بعد. نگران نباشید، بیشتر توضیح میدم، نگران نباشید. بریم برای جلسه بعد.